جایگاه افغانستان در گزارش تازه موسسه گالوب. افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شد. جام جهانی قطر. با برگزاری جام جهانی فوتبال پروازهای انتقال افغانها از قطر به امریکا متوقف می شود. 40مین روز کشته شدن مهسا امینی. اعتراضها همچنان در ایران ادامه دارد. و نخست وزیر جدید بریتانیا می گوید که ما همیشه در کنار اوکراین خواهیم ماند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. مؤسسه گالوب، یکی از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی جهان، روز چهارشنبه 4 اقرب اعلام کرد که سنگاپور امن‌ترین و افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان است. در گزارش این مؤسسه همچنین آمده است که افغانها در هنگام پیاده‌روی در شب کمتر احساس امنیت می‌کنند. در این تحقیق شاخص تعیین امنیت کشورها بر اساس پرسش‌های در مورد اعتماد مردم به پلیس محلی، احساس امنیت و اینکه شهروندان قربانی دزدی یا حمله شدند مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس نمرات بالاتر نشان دهنده این هستند که شهروندان یک کشور از امنیت بیشتر برخوردارند. گالوب در تحقیقات خود از مردم پرسیده است که آیا با پلیس محل خود اعتماد دارند یا خیر. طبق این گزارش علاوه بر افغانستان، مردم کشورهای دیگری که از قدم زدن در شب احساس ناامنی می‌کنند برخی از کشورهای آمریکایی لاتین، کارائیب و برخی کشورهای افریقایی هستند. این مؤسسه سنگاپور را با کسب 96 امتیاز امن‌ترین و افغانستان را با 51 امتیاز ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرده است. گالوب میگوید این گزارش خود را پس از تحقیق در میان 120 کشور و منطقه منتشر کرده است. منابع میگویند که همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، پروازهای انتقال افغانها به این کشور و از آنجا به امریکا متوقف می شود. شبکه NBC روز چهارشنبه 26 اکتبر این خبر را به نقل از منابع حامی پناهندگان، دستیاران کنگره امریکا و یک منبع آگاه از برنامه‌های دولت قطر گزارش داده است. مقام‌های قطری گفتند که قصد دارند پروازهای تخلیه پناهجویان افغان به امریکا را در حالی که این کشور در ماه آینده میزبان جام جهانی فوتبال است متوقف کند. منابع گفتند که با برگزاری مراسم افتتاحیه و اولین بازی جام جهانی در 20 نوامبر، دولت قطر تصمیم گرفته است که پروازهای کابل را به طور موقت متوقف کند و صدور ویزا را نیز تا اعلام بعدی به حالت تعلیق درآورد. این در حال است که اینک چندین هزار افغان در کمپ‌های پناهندگی در قطر منتظر پرواز به آمریکا هستند و هزاران افغان دیگر نیز در این کشور در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. روز گذشته شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد که صدها هزار شهروند افغان که باید از این کشور منتقل می‌شدند به دلیل عملکرد ضعیف وزارت خارجه آمریکا تا اکنون هیچ پاسخ دریافت نکردند. در 40مین روز کشته شدن مهسا امینی، خیزش سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. معترضان روز چهارشنبه از جمله در آرامگاه مهسا امینی در سقز گرد هم آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. این اعتراضات تا اکنون در شهرهای مختلف و دست کم در 7 استان ایران برگزار شده است. طبق گزارش‌ها، دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه الزهرا و دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر هم تحصن و تجمع کردند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. در دانشگاه آزاد واحد پردیس هم تجمعی با شعارهای چون نیکای ما را بردند، جنازه اش را آوردند برگزار شد. دانشجویان در دانشگاه سوره تهران شعار 40 روزه ایران عزاست، اوضاع ما افتضاح سر دادند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به گذشت 40 روز از قتل مهسا امینی از زنان و مردان در همه شهرها دعوت کرده بود روز چهارشنبه 4 اکرب با لباس کردی بر سر مزار شهیدان جمع شده و بعد از ظهر در میادین و خیابان‌ها تجمع کنند. شمار از فعالان حقوق زنان و گروه جوانان محلات تهران نیز در فراخوان جداگانه از مردم خواستند روز چهارشنبه همزمان با 40 مهسا امینی دست به اعتراض بزنند. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به 40مین روز قتل مهسا امینی گفت چهارشنبه 4 آبان چله انقلاب ملی ایران است. همه ما در انتظار روز پیروزی و رهایی از زنجیر ظلم و ستم دیکتاتوری مذهبی هستیم. ریشی سوناک، نخست وزیر جدید بریتانیا، در نخستین موضع‌گیری‌اش بر حمایت همیشگی از اوکراین تاکید کرده است. سوناک سه‌شنبه شب 25 اکتبر در توییت از صحبتش با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر داده است. نخست وزیر جدید بریتانیا گفته است هم زلنسکی و هم مردم اوکراین می‌توانند روی همبستگی و حمایت مستمر بریتانیا حساب کنند. ریشی سوناک پس از رایزنی‌های حزب محافظه‌کار و انصراف رقبایش از رقابت، کارش را به عنوان نخست وزیر بریتانیا آغاز کرد. گفتنی است که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، بریتانیا از حامیان بی قید و شرط کیف بوده است.